سلام، به چالش 7 روزه خلاقیت در سرامیک خوش اومدی. این اولین روزه. گلمو با ترازو وزن کنم. این کار برای اینه که اگه خواستم چند تا ازش بسازم تمام ظرفام یک وزن و یک اندازه داشته باشه. میخوام با تکنیک پینچ یا همون انگشتی یه ماگ بسازم. من برای دسته میخوام از قالب شیرینی پزی طرح گل استفاده کنم. تو از هر قالب دیگه ای که دوست داری میتونی استفاده کنی. توی گلمو با یه نی پهن سوراخ میکنم که جای انگشت داشته باشه. اینجا دارم مهر برندم و ته فنجون میزنم. دست آقای باغبانی و تیمشون درد نکنه، چه مهری شده. و اما بخش جذاب ماجرا، مهرای نستعلیق بسیار زیبا و با کیفیت برند دیبا که میخوام برای دیزاین ماگم ازشون استفاده بکنم. حالا موقع اتصال دسته است و با خراش و چسب گل و فتیله دستمو محکم متصل میکنم. بریم کارو بعد پرداخت ببینیم. حالا وقت لعاب زدنه. من از لعاب براشینگ بالینی استفاده کردم. میتونین هر رنگی که دوست دارین ماگتون رو لعاب بزنید. من رنگ دسته رو متفاوت زدم که کارم جذاب تر بشه. این تازه روز اول بود. 7 آموزش خلاقانه دیگه مونده. حتما پیجمو دنبال کن و پستای بعدی رو از دست نده.